سلام بینندگان عزیز، امروز پنجشنبه 21 نوامبر است. ساعت به وقت شهر پراگ 10. حالا فشرده موضوعهای برنامه خبری امروز را به سهم شما میرسانم. شکل کاملی این گزارش ها و خبرهای دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا 1 در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب می توانید تماشا کنید. دادگاه دو مسئول شرکتی گردون را در قلابی و فریب ده افراد کارجو در تاجیکستان گمانبر دانسته به مهلت گوناگون به زندان محکوم کرد. دو مسئول دیگر این شرکت در پیگرد بین‌المللی قرار دارند. شرکت با وعده کار 2 ساله در چخیه از ساکنان تاجیکستان مبلغ ستانیده است. این در حالی است که تاجیکستان با چخیه شرطنامه برای مهاجرت ندارد. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی نیز بارها از ساکنان خواسته بود فریفته وعده‌های تامین جای کار در اروپا نشوند. تاجیکستان فعلا با روسیه، قزاقستان و قطر شرطنامه درباره تامین جای کار شهروندان را دارد. از تاجیکستان به خارج سالانه بیش از 1 میلیون نفر به مهاجرت کاری می روند و مبلغ فرستاده آنها چرخه اصلی اقتصاد کشور گفته می شود. در این باره 3 ساعت پس صحبت خواهیم کرد. وقت نقشه پر نشد، شب یا روز فرق ندارد. ساکنان در جنوب تاجیکستان از آن شکایت دارند که اکنون فرزندهایشان را شبانه نیز ابله‌وان می‌کنند. به قول آنها مسئولان کمیساریات‌های حربی که آنها هیچ پروایی ندارند که فرزند آنها بیمار است یا عموما سنی دعوتی نیست، آنها را به ارتش جلب می‌کنند. پیامدهای چنین بی اهمیتی را در برنامه خبری و در مثال چند جوانی به قول شکار شده پیشنهادی شما خواهیم کرد. سری بریده سگ یا چگونه در قزاقستان فعالان حقوق بشر را ترس می‌دهند. بعد آن که یک فعال حقوقی قزاق سال جاری چند دفعه برای مدت کوتاه حبس شد، افراد نامعلوم اخیراً ماشین او را تخریب کردند. در داخل ماشینش سری بریده سگ را پرتافتند. جبر دیده باوری دارد حمله به خاطر حمایت‌های او از حقوق انسان ارتباط دارد. در گذشته نیز به ژورنالیستان مستقل قزاقستان جسد سگ و یا سر سگ فرستاده بودند. در این باره ما امروز گزارش خواهیم داشت. در راستای روز تلویزیون که امروز در جهان تجلیل می شود، همکار ما در شهر دوشنبه نقش آن را در جامعه تاجیکستان به بررسی گرفت. طور معلوم می شود حالا هم تلویزیون همچون منبع اطلاع تنها برای آدمان کلانسال باقی مانده است. در تاجیکستان فعلا 6 شبکه تلویزیونی دولتی سرتاسری فعالیت دارد. همچنین شهر دوشنبه و ولایت ها نیز شبکه های تلویزیونی خود را دارند که اخیرا این شبکه ها از طریق ماهواره نیز نشر می شود. ولی طور کارشناسان میگویند نسل جوان بیشتر از شبکه های اینترنتی استفاده می برد. ضمن یک موضوع دیگر برنامه امروز محض به شبکه‌های اجتماعی بخشیده شده است. دقیق‌ترش به آنکه چگونه استفاده فراوان جامعه باعث پیدا شدن گروه و شبکه‌های به اصطلاح خرابکار گردیده است که برای بی‌آبرو کردن شخصیت‌ها و یا از میدان برآوردن منقدان حکومت و نمایندگان مخالفین استفاده می شود. تفصیلات این موضوع را در برنامه اخبار خواهید دید. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری می کنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا می سازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک ادنا کلاسیکی همراهی کنید.